سول دو. ببین دست ثابت نیست هیچ وقت. خب درس 20 همین پرده ها میاد رو سیم سول. سول لا سی دو دو سی لا. تکرار. آخر درس 20 گفت یه صفر بالاش گذاشته. این صفر یعنی که هیچ انگشتی استفاده نکن. وقتی با انگشت استفاده میکنم که دست باز سیم اول، ولی وقتی مثلا بگه با انگشت سوم بگیر این دو رو، من میفهمم که باید این دو رو بگیرم، حالا یا با انگشت سوم یا با دوم یا با اول، هر کدوم. وقتی صفر میاره یعنی دست باز سیم اول. درس 20 یه بار دیگه. ببین سول ره دو. سول دستم بالاتره، ره مچم حرکت میکنه، میام ره دو رو میزنم. این 4 تا درس برای این جلسه واسهتون. یه نکته دیگه هم که هست، وقتی من اینجا میخوام دو رو بگیرم با انگشت 3، اگه دستمون نرسید یه انگشت اول رو بر میداریم که دست برسه. ببین سول لا سی دو. حالا از من میرسه، ولی اگر شما نرسید اینو برداریم که دست یکم بتونه خودشو برسونه. سول لا سی دو. این انگشت اول برداشته شید. حتی این اوایل کار بعد کم کم به مرور عادت میکنید. سول لا سی